4 تا بازی ممنوعه، شدیداً ممنوعه. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ این لیست بعد بگم دلیل بند شدنشون رو از ما نپرسین، چون اگه بگیم شاید خودمونم بند شیم دیگه خودتون برین تو اینترنت ببینین یا نبینین شاید بهتر باشه. رتبه 4 بازی منهانت 2 با رکورد بند شدن توی 10 تا کشور. این بازی سال 2007 برای کنسول پلی استیشن 2، ویندوز و وی توسط راکستار عرضه شده بود. رتبه 3 برای بازی پستال 2 هستش که سال 2003 وارد بازار شد و در 11 تا کشور بند شد. این بازی روی ویندوز، لینوکس و مک در دسترس هست. رتبه 2 برای بازی والکری درایو و میدونم در نگاه اول اصلا به قیافش نمیخوره، ولی همین بازی که میبینین در 14 تا کشور بند شده. سال 2015 اومد و فقط روی ویندوز و پلی استیشن ویتا هستش. و در رتبه اول بازی رو داریم که تو 18 تا کشور بند شد. اسمش هست و این بازی در سال 2016 وارد بازار شد و فقط برای پلتفرم ویندوزه و حتی توی ژاپن که خیلی کمتر پیش میاد بازی‌ها کامل بند بشن هم ممنوع شده. انتظار ندارین که یه جمع‌بندی خوشگل برای چنین ویدیوی دارکی داشته باشیم؟ پس دنبالمون کنیم.